سلام. امیدوارم خوب باشین و سلامت و خوشحال و پولدار. امروز اومدیم به مناسبت هالووین به ویدیوهای فوق ترسناک توی اینترنت ریاکشن بدیم. اونم ویدیوهای معمولی نه، ویدیوهایی از ارواح خبیث، روح‌ها، اجنه‌ها و چیزهای شبیه آدم. حتما لایک، ساب، نظر یادتون نره، مخصوصا ساب که به پیشرفت چنل کمک میکنه. پس قبل از اینکه هرچی بگم بریم ویدیوها رو ببینیم. چطورین بچه ها؟ امیدوارم خوب باشین. اولین ویدیویی که میخوایم با هم ببینیم مربوط میشه به یک فرد عرب زبان که میره توی خونه ای نمیدونم کجا. امیدوارم که واقعا بترسیم، چون واقعا انگاری رفته یه جای خرابه و اتفاقای عجیب غریب بیفته. برو بریم. What the fuck؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وای لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض داره آیت الکرسی میخونه. العلي العظيم برکنده شد. لا إله إلا الله لا اله الا الله. درکنده شد، نمیتونم چیزی بگم. یا خودت برو بیرون خب از اینجا دیوانه. وای أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مادرت برو بیرون. برو خدا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. اشمام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ویدیو که میخوایم با هم الان ببینیم نمیدونم چیه، واقعا نمیدونم چیه، ولی انگار که یه سایه میاد و رد میشه و به شکل یه آدم میشه. حالا باز بریم جزئیاتش رو با هم ببینیم. میبینید این سایه رو؟ این سایه رو میبینید از اینجا داره رد میشه و اینجا تبدیل میشه به یه آدم، شبیه یه آدمه و از درم رد میشه. مربوط میشه به یه خانومی که خودش میگه که یه سری صدا داشته از توی باغ میومده، بعد رفته نگاه کرده دیده خبری نیست، دوباره دوربین رو برداشته، چراغا رو هم خاموش کرده و شروع کرده به فیلم برداری و چیزی که فیلم گرفته یه چیز عجیب و غریب بوده که بریم با هم ببینیم. الان داره بیرون رو نگاه میکنه. شت اینجا رو ببینین، کلش معلوم شد. پشمام. این ویدیو که میخوایم الان با هم ببینیم مربوط میشه به یه آقای توی خونه است، توی خونه بوده که از توی کمد دیواریش یه سری صداها میومده، انگار داشت یه نفر مشت میکوبیده به دیوار، سنگینم مشت میکوبیده. بریم ببینیم که این اتفاقات ماورا طبیعه چیه. اینجا ایکس باکسه، ایکس باکس هم داره، ایکس باکسه. حضرت مسیح در وا میکنه، کسی نیست. ببینید بچه ها کمد چیه؟ جارخکنیه چیه؟ Seems to be wanting to happen now more دوباره شروع in کرد در the زدن. afternoon. Just to prove there's میری در اتاق راه رو داره میبینه. there. اشمام. اینجا لباس نبود؟ شاید یه روز دیگه است.
خب این ویدیو هم بچه ها مربوط میشه به یه آدمی که ترکی صحبت میکنه، ترکیه‌ای صحبت میکنه و رفته توی خونه. من احساس میکنم این ویدیو ساختگی باشه، چون واقعا صدای یه آدم، انگار یه آدم میاد صداش، بعد صداهای عجیب غریب میاد و خودتونم بریم ببینین. یارو هم خیلی مجهزه با دستگاه روحیاب و نمیدونم دوربین نگاتیو و چیزهای مختلف داره میره اونجا و میخواد روح‌ها رو شکار کنه. من فکر کنم این ساختگی باشه، ولی بریم با هم ببینیم. Aşağıdan sesler geliyor, bir şeyler oluyor. بچه دیدید اینجا رو؟ روی در علامت نعل اسب رو دیدین؟ نعل اسب. Aşağıdan sesler یکی رد شد. Jesus Christ. یکی از اینجا رد میشه. نگاه کنید بچه. اینا ها. Aşağıdan sesler geliyor, bir یکی şeyler رد oluyor. شده اینجا. شیت، خونه قدیمی هم هستن. صدا میگم دستگاه داره yavrum. Özür kelimetli ait damatım işlerim ahlak. Özür Yere kelimetli ait damatım işlerim دعا ahlak. میخونه. Billah. Basamak. La ilahe illallah. ببینید این Allahu صدای Ekber. Kim o? Allahu Kim o? Ekber. Bismillah. هلو رو میاد La بالا. ilahe illallah. Biri geldi. پشمام. biri geldi. Karşımda. Yine. Özür kelimetli ait damatım işlerim ahlak. چی میگه اون دستگاه؟ Kendini göster. اینجا رو ببینید بچه ها. اصلا نه شکل داره نه قیافه داره، هیچی نداره، همینجوری میاد و رد میشه میره. خیلی هم عجیبه. ویدیو مربوط به یکی که داشته توی یه جنگلی قدم میزده و داشته از اون آب و هواش لذت میبرده و یه صدای یه چیزی، یه حسی جلب توجهش میکنه و دوربین رو میبره به سمت پایین زمین، سمت یه چاله و چاله که روش با چوب پوشیده شده و اینا. یه چیز عجیبی میبینه و به توصیه کننده و بینندگان میگه که هر موقع میرید جنگل حواستون به دور و برتون باشه، پشت سرتون رو نگاه کنین و فیلم نگیرین. داره از جنگل لذت میبره، داره فیلم برداری میکنه که یه دفعه حواسش پرت میشه به این چاه آبه. فکر کنم نمیدونم چاه آب بوده چی بوده. ببینید اینجا یه چیزی میبینه، یه کله است، انگار دوتا چشم، نمیدونم چیه، صورته. اینجا میترسه. ببینید چشمای بنفش. چی؟ واقعا چی الان؟ پشمای آدم میرزه. این از نزدیک ببینه سکته میکنه. و دوربین با جزئیات زیاد نشون نمیده، ولی با چشم که ببینی اون دیگه ببین چی دیده. هرچی هست چیز عجیبیه. چرا چشاش بنفشه؟ خب میریم ویدیوی بعدی. بچه این ویدیو رفتن توی ساختمون نیمه کاره و یه جنی رو میبینن که موهاش بلنده، شاید یه دختر باشه، آویزونه و تا بهش خیره میشن و متوجهش میشن غیب میشه. بریم ببینیم که چجوریه. ببینید ایناش. الله اکبر. لا الله اکبر. اله الا الله. ریخته، پشماشون ریخته. این چیه الان؟ الله شبیه اون فیلمه بودش که توی تلویزیون در میومد. یادم اکبر. الله اکبر. Guys, gua udah cum. اگر میخواید با این تخته ها بازی کنید یه سری قوانین داره.
اول باید قوانینش رو رعایت کنید. گوش بدید، کامل گوش بدید به این حرفای من. قوانینش رو رعایت کنید، بازی رو شروع کنید و بعد از پایان بازی قوانینش رو ببندید، بازی رو ببندید، چون اون روحی که احضار میشه، اون هر چی احضار میشه دیگه میمونه و باعث بدبختی یا مرگ یا هر چیزی، نابود شدن اون خانواده میشه. این رعایت کنید چون خیلی مهمه. الان بریم این ویدیو رو ببینیم، دیگه نمیخوام حرف بزنم. برو بریم. I'm believing on you. I believe in fairies. فقط براتون ترجمهش میکنم. میگه ما باور داریم به این بازی. I do. This is ridiculous. I'm so done. Yeah, my میگه این یه احمقانه است، دارم مسخره میکنم تخت ویجی بردو. arm Just, hurts. guys. There's no point. Nothing's gonna میگه واسه ما چیزی نداره، واسه چی باید این کارو بکنیم؟ happen. It's all لذتی fake نداره. stuff. ببینید نشانگر یهو تکون خورد. چه نشانگری اومد پایین. You did You're that. joking. You told me. میگه تو داری تکونش میدی. You did that. It was totally you. I'm not doing I it. didn't. پشمام. Okay, what the hell? میگه چه اتفاقی You افتاد؟ swear that wasn't you? You swear. میگه Like, به خدا من نبودم. swear قسم that میخورم من wasn't me. on نبودم. what though? What are you swearing on? Because I seriously believe that was you. More than Billy's میگه food. چرا قسم میخوریم؟ ما باور داریم تو Nah, بودی. you're gonna break up. میگه دیگه باید تمومش کنیم. She did it. Yeah, I know she میگه did. تو این کارو کردی. I, You my, pushed it. میگه تو فشار دادی What? رفت اونور Your نشانگر رو. fingers. watch the video. میگه ویدیو رو ببینید، من این کارو نکردم. Well, ask it something. نگاه کنید بچه، نشانگر رو نگاه کنید. داره تکون I'm میخوره. not friggin' asking this thing. What's میگه your ازش name? چی بپرسی؟ میگه اسمت چیه؟ Bob Marley. داره No. مسخره میکنه لیا؟ ویجی بردو. Oh my god. اسم روحه رو told میخوام you. بچه. Jay. I told you it wasn't me. رفت رو جی بعد او اچ H? Is that an H? I guess so. Oh my god. This is Guys, I told خیلی you. no. This is عجیبه. so unreal. What is that? John? جان John. جان This is. Blackwell. اسمش Oh, جانه yeah, like بچه. in the I watched circle. that show too much. I think I Guys, stop laughing at me. How old it is? میگه چند How old سالته؟ are you? دارم بهش میگن چند سالته. Bastard. I don't want to talk to it. Ew, just seeing it move is like creepy and gross. It's going like. میگه وقتی نشانگر تکون میخوره من میترسم. 36 رو نشون داد. 360 what? No, اون you're میگه correct. 30-60 وات 36 سالشه دیگه، احمق سنشو Okay, well, so پرسیدی. you're 36? How am I supposed to be doing that so fast? شیت. Yes. خیلی خفنه. How'd you die? میگه چجوری مردی؟ Because that was a bad question. میگه شاید سوال بدی پرسیدم. What if they don't remember? What if they don't even know they're dead? Like, What's it doing? no? I'm so confused. G-U-N Is it گان a gun? گان Or gun? Maybe. I thought it Were you stopped killed over by a like gun? با You're تفنگ مرده shot? بچه. گات. Holy crap. شلیک Okay, شده no, بهش. this is This is ridiculous. In this house? میگه تو این خونه Boo. Typical ghost. Holy crap! نمیدونم اینجا چی میشه. Okay, well, it's not moving now, so obviously it can't. بچه یه چیز دیگه هم بگم، اینجا 3 نفرن، یکی این ور نشسته، 2 نفر این ور نشستن، 3 تاشون هم دخترن. ویجی بوردو دارن بازی میکنن، ویجی بوردو مسخره میکنن، روح احضار میشه، قوانینشو بلد نیستن، نمیدونن چجوری محترمانه باید سوال بپرسن از روح، رفتارشون رو بلد نیستن و دوچاره یه اتفاق عجیبی میشه و سواله عجیب غریب ازش میپرسن چجوری مردی، چجوری فلان کرد، قوانین بازی بلد نیستن، قوانین احضار رو بلد نیستن و نمیبندن، بازی رو نمیبندن و اتفاقات عجیبی میفته براشون. Say something stupid like. Ooh, now it goes. اینجا نمیدونم چیو داره بهشون میگه، چیو داره میگه دقیقا نمیدونم. B-O. بی او Bo is not انگار boo. میخواد I know what it's gonna بترسونتشون، say. نمیدونم.
و اینجا Boo. بو Okay, it's totally you then. You've got someone else putting I'm on gonna the stand at the other side of the room. میبینید بچه ها دارن مسخره میکنن ویجی بوردو. What the hell was that? I'm a ghosty. No, but I'm seriously, what was that terrifying and sound? scary. Woo. سکیری. You guys. Guys, I'm shaking. میگه من دارم میلرزم. اینجا رو ببینید دستش آورد نشون داد. داره از ترس میلرزه بچه ها. It can't do. هر موقع احساس کردین موهای تنتون سیخ شد یا دستتون یا قلبتون شروع کرد به تون زدن بدونید که تو اون مکان یه اتفاقات عجیبی داره میفته و حضورشون رو اینجوری بهشون، یعنی ما اینجوری حس میکنیم حضورشون رو. anything. ترس، سیخ شدن موهای بدن، عرق سرد، یخ زدن دست و پا، قلب تون میزنه. It can't hurt us. Like, Yeah, I seriously, doubt it could it's not gonna actually get hurt mad. us. Like, there's no way that it could legitimately hurt us. It can't. Like, honestly. اینجا فکر کنم دیگه قاطی میکنه روحه و نمیدونم قاطی میکنه یا خوشش نمیاد یا نمیدونم چی میشه. و اصلا هم این رفتار و این حرف زدنایی که اینا دارن انجام میدن اصلا ما به بیلی فکر کنم این روحه نیست و بهش بر میخوره، چون هی مسخرش میکنن و هی میگن ما میترسیم و فلان و بیسار. I can't. Guys. اینجا نشانگر پرت میشه. Jesse, you okay? جسی اوکی، گفتم بهتون یه اتفاقی میفته. I hurt my foot. یکی از اینا دچار یه حادثه میشه. Jessica. جسیکا doing? میگه چه غلطی داره میکنین؟ باباشون اومد بالا، باباشونه یه آدم بزرگتر اومد بالا، میگه چه غلطی داره میکنین؟ Jessica. جسیکا رو دارن صدا میزنن. جس Jessica. Oh my god, Jess, are you breathing? میگه میتونی نفس بکشی؟ ویدیویی که میخوایم نشونتون بدم ویدیوی آخره، قشنگ نگاه کنید ببینید چی میگه. خیلی ویدیوی عجیب غریبیه در مورد یه فردیه که این خانم رو میبینید. از من خودم جابجا کنم بذارم اینجا. خب این خانم که میبینید این وره نشانگر مصروشه، این یه خانومه. این یک کسیه که میتونه با حالا یک تیمن یک گروهن نمیدونم، میتونن با مردگان و ارواح ارتباط برقرار کنن. این حالا نمیدونم این خانومه میخواد بدونه که برادرش چجوری خود خانومی که اینجا میبینین مثل اینکه به یه گروه که این آقایون هستن میگن که بیاین و دلیل مرگ برادر منو بهم بگین و این آقایون میتونن با ارواح ارتباط برقرار کنن. این خانم میخواسته مثلا بدونه برادرش مرده، خودکشی کرده، دلیل مردنش چی بوده، نمیدونم دلش برای برادرش تنگ شده، نمیدونم. اینا هم میان که این داستانو بفهمن. حالا بریم با هم ببینیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. Falou que seu irmão میگه تو گفتی، میگه تو به من گفتی برادرت مرده تو اینجا مرده تو این خونه و توی این باتروم توی این حموم مرده. morreu aqui nessa casa, né? Tiraram a vida dele dentro de um banheiro. Tem como me mostrar onde foi Can you show her the bathroom؟ میگه حموم میتونی نشونم بدی؟ esse banheiro? Isso aqui, né? میگه حموم از این بره. چی میگه اینجا؟ چی میگه اینجا؟ میگه because of you. میگه این اتفاقات به خاطر شما هست. میگه مادر منم مرد. When will you leave me alone؟ میگه ما رو برید اینجا تنها بذارین. میگه oh my god. میگه آروم باش آروم باش، نفس عمیق بکش، نفس عمیق بکش. Respira fundo. Take a Respira fundo. breath. Respira Calm fundo. down. آروم Calma. باش Ó, آروم باش. ele só quer assustar, entendeu? Só میگه quer te deixar ما نمیخوایم تو رو desequilibrado, بترسونیم، entendeu? Quer fazer فهمیدی؟ com que a gente fique assustado. Ele só quer میگه ما نمیخوایم تو رو بترسونیم. assustar, میگه entendeu? Só که quer te ما اینجا deixar نیستیم که تو رو به هم بزنیم، فهمیدی؟ desequilibrado, entendeu? Quer fazer com que a gente He wants to leave scared of him, no nervous. میگه ما نیومدیم اینجا تو رو بترسونیم و یا تو رو ناراحت کنیم. میگه نفس عمیق بکش و به خدا فکر fica کن. assustado, entendeu? Nervoso. Respira fundo. نه ببخشید به چیزای خوب فکر کن.
نه به خدا فکر کن. Fica Olha. calmo, entendeu? İngilizcem çok Pensa em önemli. Deus, pensa em coisas boas, tá bom? Tá bom, respira میگه fundo. نمیخوایم تو رو بترسیم، آروم باش. Isso, calma. Viu? Ele só quer tentar assustar a gente. É só Cuja- mais um desequilibrado, só isso, tá certo? Você tem condições de continuar? میگه اتفاق نیفتاده، Porque é به importante, ادامه tem, não tem? میدیم. میگه میخوایم ما Pronto. بفهمیم Me جریان چی mostra بوده como foi و بفهمیم que برادرت seu برای irmão چی faleceu. چه اتفاقی براش افتاده. میگه اونجایی که برادرت مرده رو Calma, نشون calma. بده. دیدین چی شد؟ یکی به Calma. پرده Seu irmão ضربه زد. بچه faleceu. اینجا نگاه کنین. نگاه کن اینجا رو. Calma, calma. Calma, calma. زنه ریده. Calma, fica calmo. Respira, entendeu? Olha pra mim, ó. شیت شیشه شکست. O espelho quebrou میگه sozinho. ویکتور کیه؟ Meu Deus. میگه آینه شکست. خدای من. میره جلو بچه به آینه هم دست میزنه. فکر نکنیم Vai, مثلا filma aí. چیزی اونجا کار گذاشته شده یا چیزی مثلا هست. میگه چیزو بگی، آینه رو بگیر، آینه رو بگیر. É isso, gente. میگه نگاه کنید به ببینید بچه رفت آینه رو هم شکسته هاشو در آورد که ببینید ریال شکسته. میگه این حالش خوب نیست. Respira, respira. میگه Ó, vai حالت ficar خوب، tudo بشین bem, رو tá? صندلی. میگه میخوای بشین رو Pensa em صندلی، coisas نفس boas, بکش. coisas میگه به چیزای positivas. خوب فکر né? کن، Foca em انرژی Deus. مثبت. Olha pra mim, olha pra mim. میگه به من Olha نگاه pra کن. mim. میگه به né? چیزای Pensa em مثبت فکر coisas کن. boas, tá اوکی. bom? Foca, olha, não, olha pra mim. Olha pra mim, ó. Respira fundo. میگه نفس عمیق respira بکش، fundo, نفس respira. عمیق بکش. Respira. Pensa em خدا Deus. فکر O کن. quanto Deus é maravilhoso. میگه به این فکر O کن quanto که Deus خدا é چقدر poderoso. خوبه. Entende? Nesses میگه momentos a خدا gente tem que چقدر focar e قدرتمنده. concentrar. Vai, میگه fica میتونید aqui, ó. ما رو تنها بذارید. میگه برید ما رو تنها بذارید. چجوری زندگی میکنه توی خونه این زنه؟ Ó, olha pra mim. شیت. Calma, calma, respira. Respira. Exato, cara. شیت. É, não filma mais ela não, vai pra ali, vai. میگه Vou دیگه فیلم conversar com نگیری ela. از این لحظه. Olha, بذار آروم pensa باشه. em coisas boas. Pensa em Deus, شیت. tá? موه بدن یارو سیخ شد. Marcos, eu sei que você tá aqui. خب بچه ها میرسن به یه جای عجیب غریب، نمیدونم دارن چی کار میکنن. یه نفر رو خوابوندن روی میزی، دور شمع روشن کردن. احتمالاً میخوان روح برادر اون خانومه رو بفرستن تو بدن این یارو. نمیدونم میخوان ارتباط بگیرن، انقدر به خودشون اطمینان دارن که میخوان چیکار کنن و اصلا نمیدونم چیکار دارن میکنن. ولی بریم با هم ببینیم بقیش. Sei que میگه você tá vendo aqui. مارکوس، برادر اون یارو مارکوسه، برادر اون خانم اسمش مارکوسه. میگه Eu não میدونم quero این que você جایی. veja isso como algo pra Porque zombar bem, de esses você nechão ou vai algo assim estar parecido. falando A gente quer um de- contato. Humildemente, Ninguém vai meu botar irmão tá harpas, aqui né? para tentar ter um contato com você. Então você pode se aproximar da میگه ما gente, میخوایم باهات ارتباط نه. بگیریم. pode tentar conversar com a امیدوارم تو هم gente, اینجوری با ما entendeu? باشی. Pode میگه میخوایم فقط باهات صحبت tentar کنیم. manter Ninguém uma ia se faixa ver, mental junto com a gente. میگه ارتباط با همون Se بگیر. یه aproximar همچین também چیزی do بود. aparelho, se você se sentir à vontade. این E دستگاهی که دستش بچه فکر کنم روح سنج باشه یا روحو نشون میده، نمیدونم. یه همچین چیزی. uma coisa eu te peço, né? Tente se comunicar com a gente, porque a gente Ninguém está vai ficar em modo querendo, irtebate né, pra entrar em guiar. contato com você. و بفهمیم A چجوری gente sabe تو como foi que مردی. você نگاه کنید اینجا رو بچه ها. میگه که we want to make contact with you. میگه میخوایم باز ارتباط بگیریم. ما میخوایم بدونیم how you die. چجوری مردی. que a gente اشتباه بچه ها، اصلا این کارو نکنید. اگر دیدید کسی این کارو میکنه سمتش نرید. está querendo, né, entrar em contato com você. A gente sabe como foi que você desencarnou aqui de uma maneira violenta e a gente sabe que você é desequilibrado, realmente você é, né? Você está agredindo میگه که ما میخوایم بدونیم که میگه ما چجوری بهتون بگم. میگه ما میخوایم بدونیم که تو ضربه دیدی، آسیب دیدی، کسی بهت آسیب رسونده، از خشونت زیاد این کارو کردی با خودت. میگه که ما میخوایم تو به ما نزدیک بشی و خودتو به ما نشون بدی. a gente, entende? میگه من Então, حس میکنم انرژی تو رو تو Se این جایی. concentra, né? Se aproxime
A gente vai emanar energia para você e tente se comunicar com a gente, ou em toque, ou em conversa, né? Ou em energia, mas tente se comunicar com a gente, beleza? Que a gente não sabe, né, com que forma ele vai vir, como ele vai reagir, né? چینج Isso. خوابوندن. Se você quiser se materializar em cima do Paulo, pode se apresentar aqui, né? Concentre sua energia. Se quiser pegar no braço do Paulo, na perna dele, no pescoço do Paulo, né? Vai, Paulo. Fica à vontade. چی میگه پاول نه کامان پاول فیل فری فکر کنم میخوان که اون روحه مثلا با این ارتباط نمیدونم بخواد مگه میشه همچین چیزی Se concentra. Tenta pegar no pescoço do Paulo. شت تکون خورد بچه کومودارو Olha, ó. Meu Deus. میگه ما میترسیم Você não vai assustar a gente, entendeu? Deus é poderoso, Deus é maior que você. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Deus é muito maior que você. Você não vai میگه خدا assustar a gente. بزرگتر از اون چیزی که Você چی؟ não vai assustar a gente. Ele tá querendo desafiar, mano. Acho que ele pensa que a gente quer bater de frente com ele. Tô me tremendo todinho, cara. میگه من Olha دارم só. میلرزم رو Filma ببین isso, بچه ها câmera. Tô me tremendo todinho. Olha que susto. داره بندری میزنه Quebrou tudo, ó. Olha aqui, ó. Mostra میگه aqui, ó. خراب کرد Mostra, کومودارو vem, mostra. Ó. چیزی که این ویدیو رو تماشا کردیم بچه ها حتما کانال یوتیوب رو ساب کنین که این ویدیوها زیاد داریم بعد اینکه خدای بزرگ و مهربان میسپارم. Thank you فعلا خداحافظ